ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق. این سورت به نام سوره صاد یاد میکنه چون اول کلمه ازی کلمه صاد است که در اول ذکر شده. 38م سورت است که قبل سوره اعراف و بعد از سوره قمر نازل شده. سوره مکی است. سوره های مکی همیشه بیان عقاید میکنه، توحید الله، اثبات نبوت پیغمبر و صداقت قرآن و بحث از احوال قیامت میکنه. لیکن در تقریبا سوره های آخری قرآن کریم موضوع آخرت خیلی زیاد تکرارا بیان میشه. این صورت ارتباطش قدیما قبل در اونجا الله تبارک و تعالی نفی شفاعت قهری را کرده بود، یعنی کسای بزرگ شفاعت کردن نمیتونه. در اینجا الله علتش بیان میکنه. وجه است که همه کس محتاج به الله است. از امو خاطر ابتلاعات یا امتحانات انبیاء علیهم السلام در اینجا ذکر میکنه، خصوصا از دو پیغمبر داوود و سلیمان علیهم السلام. و در اونجا ثابت میکنه که انبیاء علیهم السلام محتاج هستند به الله تبارک و تعالی. مراتبی را که الله برای انبیاء علیهم السلام داده از جهت دعوتشان، محنتشان، برداشت تکالیف و مشقت ها در راه دین، از او خاطر الله یارا کمالات نصیب کرده و یا خود مأمور هستند که امو وظیفه را الله برشان داده، امو را باید انجام بده. و همچنان در ما قبل عجز احتیاج انبیاء علیهم السلام ذکر شده بود، در اینجا تفصیلش میکنه. دعوی امی صورت اول اثبات توحید است و ذکر امتحانات انبیاء علیهم السلام میکنه. در اول بیان مسائل قرآن میکنه که قرآن چی صفت داره، لیکن این مردم در مقابل قرآن چی موقفی را در پیش گرفتن. یقینا کتاب الله تبارک و تعالی در یک جامعه که او جامعه مکمل فاسد بودن و مکمل از جهل و تاریکی پر بوده، اینطور قرآن آمدن قابل ازی بود که با بسیار قدردانی ازی استقبال میکردن و واقعا توسط ازی زندگی خدا پیش میبردن و کدام عزت و سعادتی که الله برشان نوشته کرده بود توسط ازی حاصل میکردن. لیکن عناد و ضد بازی که در قلب انسان نابت نباشه، بلکه عناد باشه، ضد باشه، هیچ وقت آدم نمیگذاره که راه حق پیدا بکنه. از همون خاطر قرآن کریم در اول آیاتای سوره صاد دمی گپ اشاره میکنه. کسی که عناد داره، ضد داره، تعصب داره و حق شناخته نمیتونه. چرا؟ همیشه از دیدگاه خود فیصله میکنه و امو رأی و نظر خود خیلی بالا میدانه، بر رأی و نظر دیگرها هیچ متوجه نمیشه، فکر میکنه اینمی حق است و دیگه کلش باطل است. و این موضوع تنها در اون زمان نه، بلکه در هر تاریخ همینطور است. هر طایفه که انصاف نداشتن، تعصب داشتن و پشتیبانی از یک رأی و نظر میکردن، حتما اون مردم حق پیدا کردن نمیتونه. چرا که در ذهنشان اینطور میگویند که اینی حق است دیگه کلش باطل است. حالان که اگر نظر دیگه کس هم آدم مورد ارزیابی قرار بده شده، میتونه از نظر خود آدم که او خیلی قوی باشه و او خیلی مهم باشه. اینمی وجه است امروز که یک تعداد مردمای ما سری مذاهب خود خیلی پافشاری داده، علتش همیست که مذهب خود برشان یک وحی آسمانی معلوم میشه و فکر میکنه این مذهب هیچ نوع خطای نداره، خلاص اینمی گپ درست است. و وقتی کتابای خود مطالعه میکنه فکر میکنه این دلایلی که در این کتابای ما ذکر است هیچ جای دیگه موجود نیست. حالان که اگر از فریق مخالف کتابش آدم مطالعه بکنه به صدها درجه پیدا میتونی که دلیل از او قوی باشه. از امو خاطر است که انسان متعصب نباشه، ضدباز نباشه، عنادی نباشه، به نظر انصاف تمام نظریات و افکار مردم مطالعه شوه، سنجیده شوه، وزن شوه و بعد از او ترجیح داده شوه. چرا؟ بچه کاکا و بچه مامای ما هیچ کدامی نیست. نه احمد ابن حنبل بچه کاکای ماست و نه امام ابو حنیفه رحمت الله علیهم هر کدامش که است. بلکه اصل منظور است که ما امی ائمه دینی که خدمت دین نکرده ببینیم اقوالشان چقدر وابستگی به حدیث داره، چقدر حدیث صحیح در موردش موجود است، امور عملی بکنیم. در اول آیاتای سوره صاد امیگه پامیه. در اول صاد آمده از حروف مقطعات است.
بهترین نکته امیسته که اشاره به این میشه که قرآن کریم از اینمی حروفی که بالکل ما و شما استعمال میکنیم مستعمل در بین خود ماسته، ما هم کلمات خود از همین حروف جور میکنیم و الله تبارک و تعالی کلمات از همین حروف جور کرده. چی تفاوتی در بین هر دو کلمات وجود داره که تا روز قیامت اخطار داده شده برای تمام بشریت، بلکه به جنیات که مثل قرآن کسی 2 آیت و 3 آیت بیاره، لیکن کسی تعالی را نتوانسته. چرا در مقابل پیغمبر علیه السلام همون مردمایی که در او وقت خیلی داد از فصاحت و بلاغت خود میزدن، از مقاومت شعر خود، از قوت شعر خود سخن میگفتن، نتوانستن در مقابل قرآن کریم یک کوچکترین سوره را جور بکنه و پیش بکنه به مخلوق. هیچ کسی نتوانست. معلوم شد که کلام الله و کلام مخلوق چقدر فرق داره. نکته مهمی که از این فهم میشه این همیسته که سعی کنی آن چیزی که الله کلام خود از پیش جور کرده و تم کلام از او جور میکنی. مواد یکی است اما تاثیر دیگه قسم است. از همون خاطر است یکی جور کردگی انسان است، یکی جور کردگی الله است. تاثیراتش هم این میتونه متنوع است. ما و شما هم سمع داریم، شنیدن الله هم، لیکن شنیدن ما و الله خیلی فرق داره. ما تو در صورتی که اسباب و شرایطش مهیا باشه شنیده میتونیم. الله تبارک و تعالی از این منزه است، از این اسباب منزه است و پاک است، هیچ ضرورت به اسباب نداره، شنیده میتونه. والقرآن ذی ذکر، قسم به قرآن. الله تبارک و تعالی قسم یاد میکنه، اشاره به شرافت و عظمت کتاب خود میکنه. قسم به قرآن. کدام قرآن؟ ذی ذکر، که صاحب ذکر است. ذکر یادآوری را میگه. قرآنی طور کتابی است که یادآوری داره. خود قرآن کریم هم ذکر است، خود مشتمل هم به چیزای که چیست تذکر دهنده است، یادآورنده است. او چیزا هم در قرآن کریم نهفته است. خود قرآن ذکر است، انسانی غافل بیدار میکنه. چرا؟ امی سبکی کلمات ازی، مطالب و معانی و مقاصد ازی را که آدم تدبر میکنه، خود به خود تو از خواب غفلت بیدار میشی. انسان درک میکنه که انسان کدام مقام داره، چرا آمده، کدام طرف مسیر داره. از همون خاطر است که خود قرآن کریم هم ذکر است، خود صاحب ذکرام است، یعنی مشتمل به ذکرام است. قرآن کریم اینطور بیانات بلیغ و مؤثر داره که انسان بالکل جذب خود میسازه. انسان از این طور چیزا آگاه میکنه که به هیچ وجه راه درکش نداری، نه به عقل، نه به حواس، نه به وجدان، به هیچ راه دیگره. جنت، دوزخ و او حالاتی که در اونجا پیش میشه، او منظره هایی که در اونجا آینده واقع میشه، هیچ راه برش نداریم. خب کتاب الله تبارک و تعالی برای ما یاد میده که اینی طور حالات پیش آمده نیسته و شما از اینجا باید آمادگی بگیره. یعنی در اینجا الله تبارک و تعالی بعد از ذکر وصف قرآن کریم تنبیه و آگاهی به اهل مکه میده که اهل مکه شما همچو کتاب مخالفت میکنی، کتابی که واقعا شما را بیدار میکرد، کتابی که واقعا شما را مسئولیت شناس میکرد، احساس براتان میداد که شما کی هستی، چی باید بکنی. خب لیکن بازم نعوذ بالله پرده های جهالت و عناد انسان نمیگذاره که حق بپذیره. ابو جهل و مثل ابو جهل مانندا در پیش ابو طالب کاکای پیغمبر علیه السلام میآید، مطالبه میکنه که امی بیادر زادیت ما را بیخی آرام نمیمانه. اگر مطلبش مال و متاع دنیا باشه که ما چیزی برش بدیم، اگر نه این تو رسته امیر آرام باشن. وقتی ابو طالب کاکا و برادرزادی خود پیغمبر علیه السلام پیشنهاد پیش میکنه که مردم اینی طور تنگ آمده، از تو شکایت دارن و میگن که نه هر چی میخواه چیسته ما برش آماده میکنیم. پیغمبر علیه السلام میگن فقط یک سخن دارم، امیر بپذیره و توسط پذیرفتن از یا پادشاه ها جور میشه، سرداری میکنه سری کل دنیا. بس دیگه من دیگه کار ندارم. خب کدام است همو کلامی که میپذیره؟ بعد بگن لا اله الا الله. بس حاکمیت و بندگی و مستحقش فقط یک الله تبارک و تعالی است. این بوتای چیزی را نمیتونه. زبانی که یک به اون مشرکین گفته میشه یک دم در شور میاد. ابو جهل خیز میزنه. قرآن کریم از او یاد میکنه بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، بلکه او کسانی که انکار میکنن از نظام الله فی عزت، در سرکشی و در عزت. مراد از عزت اینجا غیرت بیجاست. عزت دو قسم است، یکی عزت حق است، یکی عزت ناحق. این سرکشی بیجاست، غیرت بیجاست. مالی که گپی از ایره بپذیریم، امی گپ بر ما گفته رایسته به هیچ وجه. و شقاق در سخت مخالفت واقع شدن. چرا؟ و درک نمی کردن که امی کلامی که پیغمبر بیان میکنه بر ما بسیار جذاب است، مطالب عمده داره، چقدر شیرینی داره. با پنهان امی ابو جهل برای شنیدن قرآن در پشت اتاق پیغمبر علیه السلام میره.
امی کلان مشرکین شو پت میرن و امی کلام هم میشنون. چرا؟ به خاطر که شیرینی کلام و جذابیت کلام یارا متاثر ساخته. اما در میدان به خاطر از اینکه نگوین که ما تسلیم یک نفر شدیم، چون که مالدار و سردمدار و ملک و کلان ما بودیم، چطور بری از یا اطاعت بکنیم؟ از او خاطر رای نفاق دا پیش میگیره. قرآن کریم صفت مذمومی از یارا اینی را بیان میکنه، غیرت بیجا. ایره غیرت بیجا میگه. چرا؟ حق آمد تسلیم شد. این فکر نکو که چرا ایره کی گفته را پشتی کی گفته نگرد. هر کسی کی گفته خو حق است بپذیر. غیرت بیجا نکو که نه ما خوی حق است از دهن تو نمیپذیرم. کسی دیگری اگر بگوید، یهود هم امی بهانش بود، اگر وحی را میکائیل بیاره ما میپذیریم، خود جبرئیل میاره از او خاطر نمیپذیریم. چی مقصد است؟ اردوش فرشته ملائکه الله تبارک و تعالی است. اردوش امی وحی را اگر بیاره اردوش ملک الله است، از جان خود کو نمیگه. ولی امی کلمات حق از هر دهنی که برای او قابلی پذیرش است باید پذیرفته شود. کم اهلکنا، الله اشاره میکنه که قرآن واری کتاب یا نعوذ بالله غیرت بیجا کردن، رای مخالفت را پیش گرفتن. آیا از تجربه های سابق هم درس نمیگیرن؟ برای بیداری انسان، برای هوشیاری انسان راه های متنوع وجود داره. یکی است که قرآن خود بر ما بیان میکنه، یکی است که داستان های سابقه مردمی که از ما پیش تیر شده از حالات از او تجربه کنیم، از او درس بگیریم. چرا؟ این دنیا که رفته رویست اینطور نیست که همینطور خود به خود بروند و ما ندانیم. نه، از یاد درس ها میگیریم. هر انسان از یک روزی گذشته خود درس میگیره. روزی گذشتیم چی رقم بود، ما باید امروزی خود یک کمی مترقی تر بسازم، یک کمی مثمرتر بسازم. هر روز مردم تجربه میکنه، این مردم تجربه نمیگیره. و کم اهلکنا بسیار هلاک کردیم من قبل پیش از یا من قرن از چیست ملت ها. قرن زمانه را میگه، مراد از پیش ملت هایی که در زمان است. فنادو فریاد برآوردن خوالاتا، نبود حین مناس وقت هنگام خلاصی شان. قرآن چقدر آدم چیست متوجه گپا می سازه. امتهای سابقا بودن، انبیا علیهم السلام برشان آمد دعوت داد، لیکن اون مردم نپذیرفت. خو لیکن عذاب الله که رسید بازو وقت فریاد میکردن، خو موقع فریاد نبود. قرآن ما را میگه قبل از اینکه تو حالت میرسه باید تو آماده شوی، بپذیری حقا، لا اقل دشت تعامل بکو، تفکر بکو که آیا ای گپی کی میزنه ای حق است یا نه حق است، ما را کدام طرف میکشانه. علی پیغمبر علیه السلام امی مردم کدام طرف کشانیده بود؟ هر کدامش سعادت و نیکبختی بود. از همون خاطر مردمای عاقل و هوشیارش امی گپا را میگفت. جعفر ابن ابی طالب رضی الله عنه که اونجا در حبشه هجرت کرده بود و پیش پاچه حبش رفت، وقتی از پیش سوال میکرد کل مزایای اسلام برش بیان کرد که ما مردمی بودیم که بت میپرستیدیم، مردمی بودیم که جنگ و جدل بود، مردمی بودیم که در تاریکی ها زندگی میکردیم، مردمی بودیم که دخترای خود زنده به گور میکردیم، مردمی بودیم که کینه و کدورت مکمل فضا را آلوده کرده بود. لیکن پیغمبر به اینی نیکی آمده. هر انسان اینمی قدر درک داره که می آدم به کدام پیام پیش ما آمده، چقدر چیزا داره، لیکن عناد و ضد انسان نمیگذاره. عناد و ضد انسان وادار به این میکنه که حق رد کو. از او خاطر و عجیب من جاءهم، بله فریاد خو میکنن خو لیکن او وقت فریاد نیست. انسان وقتی دوچار مشکل شوه و اون مشکل تو را فرا بگیره، بعد از او اگر تو فریاد میکنی خو موقعش نیست. و عجیب و تعجب کردن ان جاءهم، تعجب از کار خیلی ناشنا میشه. این مردم ها خو سالا در ضمیرش نشسته بود که هر حاجتی ما باید معبودی علایده داشته باشه، هر روزی ما باید معبودی علایده داشته باشه. از همون خاطر 360 بت یاد خانه کعبه نصب کرده بودن، برای هر روز علایده معبودی داشتن. فکر میکردن نعوذ بالله از عقل ناقص خود که البته معبودی واحد اینقدر کارا و مشکلات را حل نمیتونه، یا کل نظام و تدبیری روزهای سال یک معبود نمیتونه. از این خاطر معبودا را متنوع ساخته بود. امروز هم امو مفکوره فی الحال هم در بین مسلمان است، با مختلف مرضا مختلف قبرها را تعیین کرده. آیا چرا یک اللهی که کلی مریضی ها را شفا داده میتونه؟ چی ضرورت است که ما در یک قبر در یک جای بریم؟ تو اگر برای یک مریضی در یک قبر میری، دیگه مریضی تا چطور میکنی؟ عقیده تو خو اینمی رقم است که اینی قبر برای اینی مرض است. خب مرضای دیگه تا چطور میکنی؟ یکیش در مشرق است، دیگهش در مغرب است، یکیش در جلال آباد است، دیگهش در مزار. خود تو به عقیده تو کدام طرف فقط تمام عمر بری دیگه سفر کرده، گاهی در جلال آباد بری، گاهی در هرات، گاهی در مزار، چکر زده بری. یه عقل است، یه منطق است.
چه رقم منطق است؟ و هم اینطور میگفتن و عجیب و تعجب کردن ان جاءهم که آمد برشان منذرون بیم دهنده مشفق دلسوز منهم از جمع خودشان، از خودشان، از متن خودشان. اینطور شخصی نه که نعوذ بالله سابقه نداشته باشه، شخصی که بالکل کارنامه هایش در پیش روی نظرش قرار داره که محمد کدام شخص است صلی الله علیه و سلم. و قال الکافرون، گفتن کفار، هذا ساحر کذاب، این پیغمبر نعوذ بالله ساحر است. ساحر چرا میگه؟ به خاطر که گپایش خیلی تاثیر داشت، جذاب بود، مردم گرویدش میشد. میگه نه این سحر است. کذابن میگه دروغ میگه، نعوذ بالله. دروغ چرا برش، کذاب چرا برش میگه؟ خودش پشتی سر میگه از یک الله کلی کارا را بکنه. اجعل الالهه، یا گردانیده معبودا را اله واحدا، یک الله. اوهو، این حاجت رواها باید متعدد باشه. اوی میگه یک ذات است که کلی حاجت را پورا میکنه. ان هذا لشیء عجاب، این خیلی چیزی تعجب آور است، بسیار عجیب است برادر. اینقدر مشکلات های ما او یک معبود دینمی مشکل انسان نعوذ بالله شیطان وسوسه میکنه و گمراه میکنه. چه رقم مشکل؟ اینقدر مخلوق که در هر گوشه و کنار قرار داره و هر کدامش حاجات و تکلیفای متنوع داره، یک الله میتونه به کلگی رسیدگی بکنه؟ چرا که همیشه انسان قیاس میکنه قدرت الله را سر خود. یک انسان است که نمیتونی در یک موقع، در یک لحظه با تمام مردم گپ بزنی و با تمام مردم مشکلش گوش بگیری، ببینی حالتش. اما الله تبارک و تعالی همون ذاتی است که ما فوق کل مخلوق است. الله امور میگه که با مثل مخلوق نباشه، آن چیزی را که مخلوق نمیتونه خالق بتونه، اونو را الله میگه. قرآن کریم برای ما میگه که یگانه موضوع تعجب آور برای ازیا اینمی بود که چرا دعوت میده به سوی وحدانیت الله، الله را واحد دانستن. اینی گپ بس سرش خیلی مهم بود و خیلی تعجب آور بود. امروز هم عالم هر قدر مسائل بگو، هر قدر مسائل بگو، کس برات بد نمیگه. خب کی گفتی که به یک الله پرستش بکنه؟ اولیاء عاجز است، نمیتونه. بس علی خودش میگه، علی قرآن برای ما میگه وانطلق الملأ منهم، رفتن الملأ سردارا غټایتی از یا امو کسایی که خودم شرافتمند میدانستند، منهم از جمع از یا، در حالی که میگفتن دیگرها را انیم شو بره واسبرو، استقامت اختیار کنی، پاسداری بکنی علی آلهتکم، بالای معبودایتان، امو معبودایتان ما کم بگیری، بره یک کدام وابی پیدا شده یک پارا گفته رایسته. این هذا لشیء یراد، یقینا اینمی چیزی است، اینمی چیزی است یرادو که اراده شده. چند مطلب است اینجا. کلانا خردای خدا میگفتن بره ما میفهمیم که یا چی میکنه. ای آمده به اینمی گپا آل سرداری و ملکی منطقه را از خود میکنه. منطقی فرعون هم همینطور بود. موسی علیه السلام وقتی که دعوت شروع کرد با ملای خود، با مجلس خود گفت که یا آمده پاچایی را از شما بگیره و ملکتانه در زیر چی خود قرار بده، سلطه خود قرار بده. امی گپ میگفتن. منطق زورگویا و مردمای مزخرف همیشه اینمیطور است. برای فریب عوام امی گپا را میگه که سیاست بازی میکنه که اینا یا آمده که پاچایی تانه اینطور بکنه شما را از بین ببره. یکی این منطقی همو پاچاه هاست. منطقی ملاها باز چطور است؟ ملاهای مزخرف باز میگه که یا آمده برادر امو دین صافی نیاکانی ما را میگیره از بین میبره. لیکن شما فکرتان باشه که محکم باشه، محکم اسبروا علی آلهتکم، خب استقامت بکنه بالای معبودایتان، رای پدرایتان از پیشتان نمانه. این هذا لشیء یراد، این یک چیزی است، اینمی چیزی است که اراده کرده شده از گپای ازی. این میخواه ملک شوه، این میخواه سردمداری خود سری مردم ثابت کنه. یک ترجمه است. دوم ترجمه این هذا، اینمی دین، اینمی منهجی که ما و شما روان هستیم، معبودای متنوع داشته باشیم، لشیء یک چیزی است یرادو که اراده کرده میشه. یعنی اصل مقصدی چیزی نمیست. امیر ما کم بگیره پشتی گپای مردم نره، هیچ ضرورت برش نداره، گوش نگیری. ما سمعنا بهذا سیکو، دلیلشان چیست؟ دلیل چی است؟ دلیل ایرا میگه منطق خرافی، ایرا میگه دلیلی که بگوی بوسیده از تار عنکبوت است، نازک از تار عنکبوت است. کدام دلیل است؟ امروز هم همین دلیل پیش میشه. ما سمعنا بهذا، نشنیدیم به این سخن، فی الملت الاخره، در دین دیگه خب ما این گپا را نشنیدیم. ملاها تیر شده این گپا نزده. از کجا میگه؟
امروز می گپاست یا نیست؟ او روزا من می گپا بود، امی گپا را میگفت. ما این گپا را نشنیدیم. یک الله، یک الله، این قدر معبودا را از بین ببر. یک الله. این هذا الا اختلاق نیست ای مگر افتراست، از خود جور کرده، دروغ جور کرده، دروغ میگه. چطور نمیتونه؟ آسان گپیشه نمیسته. امروزم امی گپ میزنه فکرتان باش از اولیا منکر است یا کرامت قبول نداره، افترا میکنه، دروغ میگه.